میدونستی هر کسی بر اساس عدد کوها 4 منطقه مساعد و 4 منطقه نامساعد در نقشه منزل داره که اگر اون جهت‌های مناسب رو تقویت کنه میتونه با انرژی کائنات هماهنگ بشه. در این ویدیو به بررسی جهات مناسب و نامناسب عنصر فلزی میپردازم. در انتهای ویدیو رنگ، شانس و مشاغل مناسب عنصر فلز رو براتون توضیح میدم. 4 جهت مساعد شامل جهت ثروت، جهت سلامتی، جهت عشق ورزی و جهت رشد فردی هست. جهت ثروت، افراد میتونن وقتی یک نشست کاری دارن یا میدونن قرارداد مالی میخوان ببندن میتونن به اون سمت بشینن، بهشون کمک میکنه تا شانس مالیشون اکتیو بشه. همچنین خوبه که میز کارشون رو روبروی جهت ثروتشون قرار بدن و یا نمادهای ثروت ساز رو میتونن در جهت ثروت اتاق یا ثروت محل کارشون قرار بدن یا جهت گاف صندوق رو میتونن به این سمت قرار بدن. جهت سلامتی، زمانی که احساس بیحالی میکنید یا شادابی ندارید، نشاط و جوانی ندارید، انرژی جوانی ضعیفه، در زمان خواب خوبه که سرتون به این جهت باشه، یعنی در این جهت استراحت یا مراقبه کنید. جهت عشق ورزی، جذب شریک زندگی رو اکتیو میکنه، باعث میشه که زندگی عاشقانه شما اکتیو بشه و روابطی در زندگی شما ایجاد بشه که منجر به ازدواج بشه. زمانی که تکنیک‌های عشق ورزی رو در این قسمت میگذارید، انگار شرایط ملاقات شما رو با پارتنر آینده‌تون مهیا میکنه، میتونید شریک زندگیتون رو جذب کنید. اونهایی که ازدواج کردن پیشنهاد اینه که در اون جهت بخوابن، مخصوصا سرشون در اون جهت باشه، باعث میشه اون روابط عاشقانه شما به سمت مساعدی حرکت کنه، بحث رو کم میکنه، هماهنگی و تعادل زیادی رو در فضای زندگی زناشویی میتونه ایجاد کنه. برای جهت عشق میتونید از نمادهای عشق در فنگ شوی استفاده کنید، مثل 2 تا شمع، 2 تا قلب، مجسمه عاشقانه، عکس، تابلو یا مجسمه 2 قوی عاشق، 2 تا اردک ماندارین، عکس عاشقانه یا هر چیزی که نماد عشقه. جهت رشد فردی، زمانی که شما به بی‌هدفی برخورد میکنید، خیلی دوست ندارید زندگی کنید، به پوچی میرسین، این جهت به شما کمک میکنه استعدادها و تواناییاتون تقویت پیدا کنه. حتی برای دانش آموزان این جهت باعث میشه که استعدادهاشون اکتیو بشه و انرژی یادگیری تقویت بشه، یعنی که در این سمت به این جهت بنشینید و کارهای فردی خودتون رو انجام بدید. برای جهت رشد فردی میتونید نقل قولهای الهام بخش، میز اداری یا هر وسیله‌ای که نشان دهنده رشد شخصی و شغلی شماست در اینجا قرار بدید. اگر در خونه کار میکنید، میز و لپتاپ شما خوبه که در این قسمت قرار بگیره. کلاً در 4 جهت موافق گفته شده برای هر عنصر میتونید سرتون رو در زمان خواب در اون جهت قرار بدید. اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومد لطفاً لایک رو قرمز کن تا به هم انرژی بدی. 4 جهت منفی، یکی جهت بحث، قسمتی است که بحث به وجود میاره و سنگینی در کارها میندازه. پیشنهاد میشه که در زمان خواب سرتون به این جهت نباشه و میز کارتون هم در این جهت قرار نگیره. جهت منفی دیگه جهت حقوقی گفته میشه که شکست در دعاوی حقوقی میاره. انرژی منفی که میاره میتونه از دست دادن شهرت باشه. بهتره که در این جهت کارهاتون رو انجام ندید. سومین جهت منفی جهت بدشانسی گفته میشه که میتونه ما رو با آسیب‌های ناگهانی مواجه کنه. پیشنهاد میشه که برای خواب اون قسمت نخوابی، سعیتون هم به اون سمت نباشه و کارهای مهم و حیاتیتون رو در اون قسمت انجام ندید. 4مین جهت منفی بهش قسمت چومی میگن که در این جهت هم نمیشینیم، نمیخوابیم و مخصوصا کارهای مهم و حیاتیمون رو در این قسمت انجام نمیدیم. کلا این 4 جهت منفی که برای هر عدد کوهی هست برای خواب و کارهای مهم و حیاتی پیشنهاد نمیشه. خب عدد کوهی 6 و 7 عنصرشون فلزه. رنگ عنصر فلز سفید، طلایی، نقره‌ای و خاکستریه. از رنگ‌های کرم، زرد، قهوه‌ای، بژ هم به عنوان تقویت میتونن استفاده کنن. رنگ عنصر شما یا تقویت کننده شما رنگیه که به شما انرژی میده، با عنصر وجودی شما همخونی داره، باعث میشه شما انرژی خوبی از محیط پیرامون دریافت کنید. شما میتونید در خونه یا در بیرون زمانی که یک جلسه مهم کاری، ملاقات با شخص خاصی، مصاحبه کاری دارید از این رنگ‌ها استفاده کنید، یا در چیدمان اتاق خواب مثلا رو تختی میشه استفاده کرد. از رنگ عنصر یا مولد اون بیشتر در تمهیدات خونه استفاده میشه کرد. برای عدد کوهی 6 شمال شرقی جهت سلامتی، جنوب غربی جهت عشق، غرب جهت ثروت، شمال غربی جهت رشد فردی، شمال
شمال جهت حقوقی، شرق جهت بحث، جنوب شرقی جهت بدشانسی، جنوب جهت پایان عمر. برای عدد کوهای 7 شمال شرقی جهت عشق، جنوب غربی جهت سلامتی، غرب جهت رشد فردی، شمال غربی جهت ثروت، شمال جهت بدشانسی، شرق جهت پایان عمر، جنوب شرقی جهت حقوقی و جنوب جهت بحث. شغلای مناسب یک عنصر فلزی، بیزینس، امور بانکی، معادن فلزی، زرگری، نمایشگاه اتومبیل، تعمیرات خودرو، بورس، فرودگاه، ایستگاه راه آهن، کار تو موزه، رصدخانه، طلا فروشی، کارهای پزشکی، قضاوت، وکالت، ابزارهای پزشکی، مشاور بودن، موسیقی، اجرای باند و فناوری و تکنولوژی، شبکه اینترنت، کار با کامپیوتر، مهندسی مکانیک، تلویزیون، تکنسین ها، تجهیزات حمل و نقل و خودرو، هواپیما، کشتی، راه آهن. نکته‌ای که در مورد شغل‌ها باید در نظر بگیر اینه که فقط اینها شغل‌های پیشنهادی مربوط به عنصر وجودی شما میباشد. یعنی توانایی و استعداد شما در این شغل‌ها بیشتره، ولی اینو در نظر داشته باشید که هر کس برای دارمایی و کاری به این جهان اومده و مأموریتی برای این جهان داره. ولی کلا در مورد شغل، اون شغلی انتخاب کنید که قلبتون باهاش شاده و احساس آرامش بیشتری میکنه. اینگونه در نظر بگیرید که اگر درآمدی از اون شغل هم نداشته باشید، باز هم قلباً دوست دارید اون کار رو انجام بدید. مطمئن باشید که در این صورت مسیر براتون باز میشه و ثروت هم به سمتتون میاد. حالا رنگ کوه یا شانس به ما میگه که چی بپوشیم که جذاب باشیم، فیدبک خوبی از دیگران بگیریم، تخلیه انرژی هم نشیم. عمدتاً بیرون از منزل استفاده میکنیم و اون رو طولانی مدت استفاده نمیکنیم. نهایت 2-3 ساعت. لازم نیست که یک پوشش کامل باشه. یه لکه این رنگی هم همراه باشه کافیه. مثل سررسید، کیف پول، کلیپس، روسری، کتونی. درسته که این رنگ انرژی ما رو تقویت میکنه، ولی هر روزه یا طولانی مدت از اون استفاده نمیکنیم. به خاطر اینکه حاله انرژی اطراف ما و چاکراهای ما نیاز به تمامی رنگ‌ها دارن. هر روز به حستون اعتماد کنید و رنگی که اون روز بهتون حس خوب و آرامش میده همون رنگ رو استفاده کنید. به خاطر اینکه اون رنگ نشانه اینه که اون چاکراهتون امروز به اون احتیاج داره که تقویت بشه. رنگ کوه یا رنگ شانس یک عنصر فلزی قرمز خیلی خوش رنگه. دوست عزیز، در بعضی از پیج‌ها می‌بینید که در مورد رنگ مو، مدل مو، رنگ ناخن، مدل ناخن و از اینجور موارد در مورد هر عنصری صحبت میشه، ولی من به طور کلی اینها رو کاملا تایید نمی‌کنم. خاطر اینکه مثلا یک نفر عنصرش آتشه ولی فشار خون بالا داره، اگر بخواد که از رنگ قرمز و طیف‌های اون به مقدار زیاد حالا هر روزه حالا به صورت مدل مو رنگ ناخن قرمز باشه، رنگ مو قرمز باشه استفاده کنه، برای سلامتیش ضرر داره، به خاطر اینکه فشار خونش بالاتر میره. بنابراین این رنگ عنصر و یا تقویت کننده اون که گفته میشه برای زمانهایی هستش که شما حالا حس و حالتون خوب نیستش، میخواین انرژی بیشتری پیدا بکنید استفاده میشه. یا رنگ کوه و رنگ شانسی که به شما گفته میشه حالا برای زمانهایی هستش که یک ملاقات کاری خاصی دارین یا یک قرار خاص و مهمی دارین و کلا یه جایی میخواین شما کاریزماتیک تر و جذاب تر دیده بشین. بیشتر برای اینجور مواقع هستش که گفته میشه. کلا هر روزه به زبان بدنتون اعتماد کنید. خود بدنتون بهتون آلارم میده که به چه چیزی احتیاج داره، به چه رنگی، به چه شکلی، طرحی احتیاج داره و به زبان بدنتون اعتماد کنید. برام تو کامنت بنویس عنصر وجودی شما و همسرتون چیه تا راهنمایی کنم رنگ چیدمان منزلتون باید به چه صورتی باشه. در ویدیو بعدی هم خصوصیات یه عدد کوه دیگر رو میگم. یادت نره که کانال رو سابسکرایب کنی، زنگوله رو بزنی. این ویدیو رو برای کسی که فکر میکنی به دردش میخوره بفرستی. عاشقتم.